سلام و درود به همگی به ویدیوی جدید از کانال من. خیلی خوش اومدید. من متین ایکسولی هستم و قراره که توی این ویدیو چند تا از بازی‌های خفن و خوب و برای سیستم‌های ضعیف معرفی کنم که خودم نصب کردم و به شخصه میتونم بگم که ارزش نصب خیلی بالایی دارن و حداقل سیستمی هم بهتون بگم که به سیستم می‌خوره یا نه. این بازی برای سیستم‌های خیلی ضعیفه که حداقل یه رم 4 گیگ داشته باشین، یه پردازنده 2 هسته پنتیوم حداقل 2 هسته داشته باشید. دیگه بهتون بگم پروسس پردازنده 7500 8400 9500 که DDR2 هستن اونا هم خوبه. دیگه بهتون بگم حداقل هم یک گرافیک 1 گیگ داشته باشید، یا اگه کارت گرافیک ندارید از خود گرافیک پردازنده های اینتل هم از نسل 2 و 3 و 4 هم میتونید نصب بکنید. اگه کارت گرافیک ندارید با همون پردازنده گرافیکی خود سی پی یو تون هم میتونید. بریم که این بازی ها رو بهتون معرفی کنم. اگه خوشتون اومد حتما لایک و سابسکرایب کنید که از این ویدیوها خیلی داریم و اگه خوشتون اومد و بازی هم که شما نصب کردید و خفن بود میتونید تو کامنت ها بنویسید و بقیه هم ببینن و نصب کنن و حالش رو ببرن. بریم سراغ اولین بازی که میخوام بهتون معرفی کنم بازی مافیا 1 هستش که من 2 پلی دادم و خیلی خفن بود. بازی مافیا 1 یکم قدیمی تره و از لحاظ گرافیکی پایین تره، ولی خب بازم داستان و موضوع خیلی خفنی داره و گرافیکش هم اونقدر بد نیست و میتونید راحت روی سیستم ضعیف هم پلی بدید. بازی دوم سری بازی‌های GTA 3، GTA Vice City و GTA San Andreas هستش که حتما با این سه تا بازی آشنا هستید. میتونید روی انترین سیستم ها هم اجراشون بکنید و حالشون رو ببرید. این سه تا بازی واقعا خیلی خفنن. این گیم پلی GTA Vice City رو چنل هست، میتونید برید ببینید. GTA 3 رو هم اگه دوست داشتید که گیم پلی کامل و واکتروش رو بذارم حتما تو کامنت ها بهم بگید. و GTA San Andreas هم که دیگه خیلی اشتباه شده و به نظر خودم دیگه نذاشتم. ولی به هر نظراتتون تو کامنت ها برام بنویسید. بازی بعدی هالف لایف 2 هستش که من این بازی رو نصب کردم و واقعا بازی باحالیه. تا میشه گفت 98% رفتم رو مرحله آخر گیر کردم، انقدر اعصابم خورد شد پاکش کردم. ولی خب اگه شما گیمر خیلی حرفه‌ای‌تری هستید بهتون توصیه می‌کنم حتما نسخه 1 2 3 و نسخه‌های بعدیش هم دانلود بکنید که خیلی حالت ماجراجویی طور داره، جهانباز، گرافیک خوبی داره، رو سیستم‌های ضعیف هم راحت اجرا میشه. بازی بعدی بازی سیمز هستش که اگه نمی‌کنید چه نسخه‌ایشو نصب بکنید، همشون واسه سیستم‌های ضعیف خوبن. اگه زبان خوبی دارید و به عنوان سرگرمی اجتماعی روی کامپیوترتون نگاه میکنید حتما بازی خوبیه. بازی بعدی بازی ماینکرافت هستش که دیگه کسی نیست که فکر کنم این بازی آشنایی نداشته باشه. ماینکرافت خیلی سیستم ضعیفی میخواد و روی پایین ترین سیستم ها هم به راحتی اجرا میشه. ماینکرافت بازی خفنیه، جهانباز، هر کاری بخواید میتونید داخلش انجام بدید و حرفه‌ای بشید. بازی بعدی سری بازی‌های قدیمی گاد آف وار هستن که به صورت شبیه سازی شده برای کامپیوتر اومدن، ولی خب یه مشکلی که دارن کیوتی هاشون خیلی اذیت میکنه. مثلا کیوتی هاش روی کیبورد مثلا معلوم نیست چه دکمه‌ایه، ولی خب سری بازیش در کل خیلی خفنه. بازی بعدی که به شدت پیشنهاد میکنم نصبش بکنید بازی شاهزاده پارسی هستش که این بازی واقعا بازی خفنیه، گرافیک باحالی داره، همچنین موضوع خیلی باحالی داره و اون زمان جزء بهترین بازی‌ها بود که من روی پلی تو پلی میدادم. بازی بعدی بازی بتمن آرکام سیتی هستش که واقعا یکی از خفن‌ترین بازی‌هایی بود که پلی دادم و اگه ویدیو قبلی کانال رو ندید که مختص به همین بازی هستش میتونید برید ببینید. همه چیز درباره این بازی توضیح دادم و این بازی خفنی، گرافیک خوبی داره، روی سیستم‌های ضعیف هم اجرا میشه، ولی خب یه سری مشکلات اولی موقع نصب داره که تون توصیه میکنم حتما این بازی رو نصب بکنید و اگه مشکل داشتید توی کامنت ها برام بنویسید. بازی بعدی بازی نیت فور اسپید موست وانتد هستش که یاکن از سری فور اسپید که قدیمی‌هاش راحت رو هر سیستمی اجرا میشن. بازی بعدی بازی فارکرای 2 و فارکرای 3 هستش. این بازی‌های به نسبت خیلی معروف و خوبی هستن که میتونید روی سیستم‌های ضعیف اجراشون بکنید. بازی بعدی بازی مکس پین هستش که میشه آخرین بازی و یکی از بهترین بازی‌هایی که من پلی دادم. نسخه اولیه این بازی مربوط به یه شرکت دیگه هستش که نسخه اولیه‌اش حتما بازی کنین، خیلی بازی اکشن و باحالیه. که بازیگر داشت که اسمش رو یادم نمیاد ولی خیلی خوش قیافه بود. توی نسخه 1 توی نسخه‌های 2 و 3 قیافش عوض می‌شد. از این خوشم نمیاد. نسخه اولیش مربوط به یه شرکت دیگه بود که بعد نسخه های 2 و 3 شو راکستار زد و این هم از چند تا از بهترین بازی هایی که من خودم نصب کرده بودم و شنیده بودم که بازی خفنی هم و میشه روی سیستم های ضعیف هم اجراشون کرد. امیدوارم که دوست داشته باشید. لایک و ساب فراموش نکنید. نظراتتون حتما توی کامنت ها برام بنویسید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.